آیا شما فکر میکنید که موفقیت افراد بزرگ در طول تاریخ به صورت اتفاقی و شانسی بوده و پشت این موفقیت های بزرگ هیچ حساب و کتابی وجود نداره؟ سلام دوستان عزیز و ارجمند، امیر مهدی حسینی هستم و امروز میخوایم در مورد رمز و رازهای موفقیت با هم صحبتی بکنیم. تئوری موتور سرخ یا ماشین قرمز جواب ما را به این صورت میده. این تئوری به این صورت است که میگه تصور کنید که از محل کارتان به خانه میایید. در طول روز چند عدد موتور سرخ دیدید و به یاد میارید. شما احتمالاً میگین 1 عدد، 2 عدد یا 3 عدد. ولی این جواب با اون چیزی که واقعاً دیدین تفاوت بسیار زیادی داره. حالا می این فرضیه را یکم تغییر میدیم. فرض کنید به خاطر هر عدد موتور سرخی که شما در طول راه دیدید به شما $100 بدن. شرط میبندم این دفعه دیگه با خطای کمتری شما تعداد موتورهای سرخ را به یاد میارین و میتونین بشمارین. دلیلش چی است؟ دلیلش او پاداشی است که برای این کار بر شما در نظر گرفته شده. در مورد فرصت ها هم مسئله به همین صورت است. ما هر روز از لحظه ای که از تخت خواب بیرون میشیم تا لحظه ای که دوباره پس به تخت خواب برمیگردیم از کنار فرصت های بیشماری میگذریم. هر کدام از این فرصت ها این احتمال را دارن که زندگی ما را بتونن تغییر بدن، اما ما چون بهشان دقت نمی کنیم، چون متوجهشان نیستیم، از این فرصت ها به راحتی میگذریم و ازشان هیچ استفاده نمی کنیم. افراد موفق فقط یاد گرفتند و در وجود خود نهادی نکردند که از کنار فرصت ها به راحتی نگذرند، در جستجوی فرصت ها باشند. فرق یک فرد موفق با یک فرد ناموفق در این است که چطور با او فرصت مواجه میشن. آیا از فرصت به درستی استفاده میکنن یا نه؟ و بذارید دوباره تکرار بکنم. افراد موفق این در وجود خود نهادی نکردن که حواسشان به او فرصت هایی که پیش رویشان قرار میگیره باشه و از این فرصت های به دست آمده بهترین استفاده رو بکنن و به دستاوردهای بزرگی برسن. دوستان عزیز و گرامی، اینترنت و سوشال میدیا یک فرصت بزرگی را در اختیار همه قرار داده و او هم کسب درآمد از اینترنت است. اگر میخواید این مهارت سودمند و ارزشمند رو یاد بگیرید، به وبسایت ما سر بزنید. لینک وبسایت در پایین این ویدیو موجود است. سپاسگزارم.